بسم الله الرحمن الرحیم. حنفاء، همین مسلمان های حقیقی چه قسم مردم می باشن؟ میگه حنفاء بسیار پاک می باشن، مائل می باشن، علاقمند می باشن لله، به عبادت الله، به اطاعت الله، به توحید الله، غیر مشرکین بهی. هیچ وقت کسی را در عبادت الله شریک نمی سازن. پس اگر کسی را در عبادت الله شریک ساختی، باز تو حنیف نیستی، تو خبیث میشی. چرا اونجا گفت رجس میشی، با رجس مبتلا میشی. و ما یشرک بالله، الله متعال میگه اما کسی که شرک به الله میره، میگه چی قسم میشه؟ میگه وقتی که یک نفر به یک شرک عادی، چی در ذات الله شرک بیاره، چی یک صفت از صفات الله را به مخلوق بده. حالا بسیار مردم از صفت الله را به مخلوق میته به نام مسلمان. مثلا صفت علم غیب الله را به فالبین و تعویذگر میته، میگه غیب میفهمه، یک هفته بعد میفهمه. صفت تقدیر الله را که الله والقدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت، قدر خیر شر بر از این مخلوق میته، میگی میتونه که تقدیر مرا تغییر بده، تو بگی یک تعویذ بده که تقدیر ما تغییر بکنه. یا مثلا صفت خلق کردن الله را به یک مخلوق میته، میره از این چوبای مسجد میگه او چوبای مسجد بر ما یک بچه بده، یک دختر بده، او چوبای زیارت بر ما ماشت میکنه، یک درخت بده. پس صفت الله را به چوب میته. یا کسی قانون مخلوق به قانون الله ترجیح میده، میگه نه مارکسیسم بسیار خوب است نسبت به اسلام، دموکراسی از اسلام کده خوب است، مثلا داروینیسم از اسلام کده خوب است، فلسفه های الحادی را میگه از اسلام کده خوب است، عقل ما میگه از قرآن کده خوب است، عقل ما احادیث پیغمبر کده خوب است. الله متعال میگه این انسانی که یک شرک اندک در وجود ازی پیدا شود، مثل ازی است که از آسمان شخصیت ازی سقوط کرد، در تحت سقر در زیر زمین رفت. الله متعال چی میگم؟ و ما یشرک بالله، و کسی که شرک به الله میه، فکأنما، مثل که امی شخص خر ای سقط، سقوط کرد، من السماء، از آسمان. وقتی که میگه از آسمان سقوط کرد، این قدر ای به شخصیت و به ارزش میشه، فتخطفه الطیر، باز یک پرنده هم میتونه ایری اختطاف کنه. یعنی آدم مشرک یک پرنده هم بازی میته. نگفتین چه قسم پرنده بازی میتن؟ همین پرندگی که در یک قفسک میمانن، باز فال حافظه میبینه، نه تقدیر خدا به دست از اون پرنده میتن. باز میگه خب بگی یک کاغذ که باز پرنده رو میگه، بگی یک کاغذ که باز پرنده کتنول خود یک کاغذ میگیره، باز میگه نه تو در 35 سالگی صاحب 6 تا زن میشی، در 40 سالگی 80 تا اولاد پیدا میکنی که فلانی پیسه دار میشی، باز عاجل پیسه رو میتن. بگی 500 رو به پرندگی چیز کن. اینقدر میگه انسان به شخصیت میشه که تقدیر خدا به کی تسلیم میکنه؟ به یک پرنده. اونجا گو توتک شیشت، الان چوب شوین که توتک خبر خراب میاره، علم غیب داره. احیانا به یک چوبک 3 دانه چوبا رو دیم انداختن، در یک چوب نشته بود که بکو نکو متوسط. ای باز میگه من میخوایم سفر کنم. خب حالا چطور کنیم؟ سفر به خیر است یا به شر است؟ میگه فین چوبک علم غیب داره. باز میره بازی فالبین برش چوبک بالا میکرد، باز میگه برو، چوب برش امر میکرد. اوه الله متعال میگه مشرک آنقدر بی شخصیت و بی ظرفیت میشه که تقدیر خود تسلیم کی میکنه؟ به یک چوبک میکنه، به گنجشکک میکنه، به اونو پرنده میکنه که او پرنده علم غیب داره و اون احوالت خطرناک آورد. اوه همین چیزا رو دیده باشین. او توتک نه میگه اون در دان کلکین شیش حتما کدام غم میایه، علم غیب داره. العیاذ بالله. به این اندازه الله متعال میگه این مشرکین ضعیف هستند. بعضی اوقات به یک گندی که در لب دریای کابل شیشته، یک کتابه که پیش روی خود مانده، باز میگه تو یک هفته باز مریض میشی، باز من میتونم اون رو تغییر بدم. این یک همی کمک عقل میداشت، میگه فقط توی قدر کمال داشتی که مرا میتونستی که آینده مرا تغییر بدی، آینده خودت تغییر بدی. در بغل گندگی ها قرار 4 زانو شیشتی، تو خودت از گشنگی میموری. نه سعی کنین. الله متعال میگه کسی که و ما یشرک بالله، و کسی که شرک به الله بیاره، فکأنما، مثل که اینمی شخصیت خود از دست داده، و خر من السماء، و مفته از آسمان. با کجا مفته؟ به زمین مفته. باز فتخطفه، بازی رو اختطاف میکنه، میگیره. الطیر، یک پرنده. باز به پرنده عقیده میکنه، به پرنده های زیارت. این پرنده را غرض نگیری که میکشید،
امیالی که مردم از پرنده در کابل میترسن که پیش بسیاری کسا که می کفتر ببری میگه الله میکشید مشکلی نکشی. میبینی عقیده چطور خراب شده؟ این آیت قرآن همین میگه حتی عقیده زیر پرنده اختطاف میکنه. اختطاف قسم نیست جسم تو را بگیره. بعضی اوقات پرنده میاد چی میکنه؟ عقیده تو را اختطاف میکنه. از پرنده اقا میترسی که از الله باید بترسی. یک جایی رفتیم در یک جای مایا بود، میگم مایا را بیار که بخوریم. الله این مایا کس از فلانی شخصیت است، اینه که بخوری دمیده تو درد پیدا میشه. تو خیر است میدای ما درد کنه. ما فهمیدیم که یارا مایی اختطاف کرده او دیگر مرغ اختطاف کرده، او دیگر کفتر اختطاف کرده، او دیگر درخت اختطاف کرده، او دیگر بیچاره اسپند اختطاف کرده. او دیگر اسپند که محترمه که امروز یک 500 پیدا بکنه، اسپند اختطافش کرده. او دیگر میگه بربور در بته کشتوکت جور شود. او دیگر موره اختطاف کرده. میبینی اختطاف ها را؟ این اختطاف های عقیدتی میگن. عقیده از این دزدی کرده. موره ایوازی که بگویه که طفل مرا الله حفظ میکنه، میگه این مورگه که ویزان میکنه، این صدف جورش میکنه، این عقیق جورش میکنه. اگه کره را در دستت بسته کنی کری اون داره، باز این مرضای تو را از پیشت گم میکنه. این تا را اگر بند کنی اوهو این تا طفل تو را از بلاها نگاه میکنه. بعضی کسا را بیرق خلقی هم بیرق سرخ نیدی که تعمیر جور کنه. بیرق خلقی ها سرخ بود، بیرق لینن، بازور در کله تعمیر خود استاد میکنه که بیرق سرخی را نگاه میکنه. پس کل از چی است که اختطاف شده عقیده از اینا. فهمیدین اختطاف عقیده را؟ یعنی بسیاری کسایی که قرآن را نمیفهمن، نمی قسم عقیدهشان چی است؟ اختطاف کرده. بعضی کسا است که عقیدهشان تو اختطاف کرده. یک چوب سوتا چوب دراز در کله خود دور 16 دفعه در روی خود میشقه. بعضی کسا رو ببینی قبر عقیدهش اختطاف کرده، به او قبر ایمان داره، به او سجده و رکوع میکنه. بعضی رو ببینی یک مجسمه عقیدهش اختطاف کرده. این حال هر کسی رو ببینه به یک شکلی از اشکال میگه شیطان چی کار داره؟ شیطان میگه میخواد کمی رابطه تو رو با الله قلب تو رو قطع کنه. ببریش پیش مرغ، ببریش پیش بت، ببریش پیش قبر، ببریش پیش بربو، ببریش پیش سپن. انسان مسلمانی است که عقیده خود حفظ میکنه با قرآن و سنت و هیچ کس عقیده زیر اختطاف کرده نمیتونه. این الله متعال میره میگه و من یشرک بالله، و هر کسی که به الله شرک بیاره فکأنما مثل ازی است که خر من السماء ای سقط من السماء، سقوط میکنه از آسمان، فتخطفه بازیر اختطاف میکنه، الطیر یک پرندگک، او تهوی به الریح یا ایره میبره امو شمال، فی مکان صحیق در یک جای دور میبرش که اونجا هیچ از ایمان دور است. ذالک ایره هم الله متعال برتان بیان کرد. و من یعظم شعائر الله، کسی که شعائر الله را تعظیم میکنه، وحدانیت الله را در ذاتش تعظیم میکنه، در صفاتش تعظیم میکنه، در عبادتش تعظیم میکنه، در اطاعت از شریعتش تعظیم میکنه، در افعالش تعظیم میکنه، به قرآن احترام داره، به سنت احترام داره، قرآن دوست داره، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داره. فانها من تقوى القلوب، اینی است از تقوای قلبی. تقوای قلبی که توحید است، قلب موحد است. باز وقتی که انسان قلبش پاک باشه، باز به شعائر الله بسیار احترام می داشته باشه. و این قصه رو من براتون یک دفعه دیگه شاید گفته باشم. مردم در سلف صالح، صحابه، تابعین، تبع تابعین و کسایی که به اینا نزدیک بودن، اینا باز بسیار قرآن و سنت دوست داشتن. یک شخص این از قاره اروپا حرکت میکنه، میایه به قاره افریقا، از قاره افریقا حرکت میکنه میایه به قاره آسیا. 3 قاره را سفر میکنه. به خاطر چی؟ 10 حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله یاد بگیره. 10 حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله یاد بگیره. وقتی که میایه این از اندلس حرکت میکنه تا یکی میایه در عراق. اینجا کی است؟ میگه احمد ابن حنبل و شیخ الحدیث است در عصر خود. کجا میری؟ میگه میخوایم پیش احمد ابن حنبل برم یک چند حدیث یاد بگیرم. احمد ابن حنبل میرن میگه کجاست این حلقه درسش؟ میگه والا این خاص طرف حکومت منع شده، گفته دیگه احمد ابن حنبل هیچ درس داده نمیتونه. چند وقت بندی بود، بعد از بندی گری باز گفتن که دیگه حلقه درس جور کرده نمیتونه. خب حال در مسجد حلقه درس نداره، در پانتون نداره، در مدرسه نداره. این میره خانش، برش میگه که امام سلام علیکم. و علیکم السلام. ما از 3 قاره سفر کردیم اومدیم پیش تو، یک 3-4 حدیث خبرم، یک 10 حدیث یاد بتی. برش میگه
برادر عزیزم، ما خو نمیتونم اون نمیری جسکرای استاد است گفته که تو حلقه درس دادن نمیتونی. این میگه خیچتو کنم، میگه والا من خیچتو کنم. این بیرون میبره، اما تو بسیار متاثر میباشه، اشک در چشماش جاری است که یا الله ما اومدیم که یک 10 حدیث یاد بگیریم، حال پیش از این چی حالت است؟ سائل میکنه که یک گدایگر یک چیزک در گردنش است، کالای کونه داره و خانه به خانه میره، اما تو یک تو تنها جمع میکنه. این دیگه بسیار لباس لوکس داره، از اروپا آمد، از اندلس آمد، او کسایی که در اندلس بودن بسیار پیسه دار و امکاناتی داشت. مرکز تمدن اسلامی در اروپا غرناطه و طلیطله بود که یاد اندلس بودن. این صاحب حرکت میکنه، از اونجا آمد است کالای خود سل میکنه، میره لباس کونه از کونه فروشی میخره، خدا ملنگ جور میکنه. نه با خاطر ملنگی که از مردم استفاده منفی بکنه و بنام ملنگ روز ملنگ بشه و پلنگ باشه، نه، ملنگ خدا جور میکنه که عالم یک 10 حدیث یاد بگیرم، فرصت چه باشه. دو سه خانه رو تق تق میکنم و اسکرات دیگم تو سایل داره، خوی برو گدایگر است، گدایگر در هر جای آزاد است. میاد خانه امام میگه نان میاره، میگه نان خدا دی مثلا اونو نفر هستم، هر روز میم گدایی میکنم، در مقابل گدایی ما یک حدیث برات گدایی میکنم، یک حدیث یاد بتیم، یک حدیث. بازار روزی که میبرش یک حدیث، یک حدیث، چندین روز گدایی میکنه حدیثه. این حال فکر بکنین اونو شخصی که با حدیث رسول الله هم این قدر محبت داره، این هم در روز قیامت حشر میشه و ما و شما هم که درس حدیث شروع میشه یک بیکار هم میباشیم. کار داره خب خیر است، بیکار هم هستیم، در درس حدیث نمیشینیم، گوش نمیگیریم، یاد نمیگیریم. اعلان میشه که فلان جای درس صحیح بخاری هست، هیچ دقیقش نیستیم، خوب بیکار هم میباشیم. خب اگر یک کس مصروف است یا در نفقه خود است یا مشکل داره به هر صورت، اما یک نفر بیکار است، این نفری که از اونجا آمدی خب بیکار هم نبود، فامیل داشت، نفقه داشت، لکن محبت داشت با کی؟ با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر الله متعال میگه که و من یعظم شعائر الله، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ از جمله چی است؟ شعائر الله است. و کسی که تعظیم میکنه به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک کسی را دیدین که یک سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده، سرش بوسه بکنین، احترامش بکنین، الله برات اجر بده که توی سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که ثابت است در حدیث صحیح تو عمل میکنی. این تعظیم شاعر الله میگه. حالا بسیاری کسا چه قسم مردم شدن؟ ایوازی که تعظیم بکنن نفرت میکنن از شاعر الله. این بسیار خطرناک است. این مردم تقوا نداره که به شاعر الله تنفر میکنن. الله متعال میگه و من یعظم، و هر کسی که تعظیم میکنه به چی تعظیم میکنه؟ شعائر الله، به قرآن عظیم شان، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به علمای حقانی اسلام، به ریش اسلامی، به حجاب اسلامی، به شخصیت زنان مسلمان، به شخصیت مردان با ایمان. وقتی که اینا را تعظیم میکنه، یک خانه میره که با حجاب است، اینا مثل مادر و خواهر خود فکر میکنه و بر از او عزت میده، میگه چی است؟ فانها من تقوى القلوب، است تقوای قلب است. لکم فیها منافع، در اینمی منفعت است برای شما، الی اجل مسمى، تا یک وقت معین شده. ثم محلها الى البیت العتیق، باز محل از او یا امو حیوان را که شما قبلا بر شما گفته شد که مثلا این حیوانات ذبح بکنین. الله متعال میگه در اینمی حیوانات که است که شما ایره مخصوص ساختین، برای چی؟ برای بیت عتیق ایره مخصوص ساختین تا یک مدتی از اینا شما منفعت میگیرین، بعد از او شما ایره روان میکنین به کجا؟ به بیت الله شریف، چون در مناسکتان حیوانات ذبح میکنین. ولکل امت، الله متعال میگه برای هر امت جعلنا منسکن، بر از اونا یک منسک چی نمیگن؟ اونمو یک عبادتی خاص را برش گشتاندیم. برای هر امتی. از شما عبادتتان چی هست؟ عبادت شما هم مثلا مثل ابراهیم علیه السلام واره، عبادتتان طواف است، سعی بین صفا و مروه هست،
سایه عرفات است، ذبح حیوانات است، قربانی است. اینی هم از جمله مناسک شما هست. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم بهیمة الانعام. یکی یاد بکنن چی کنن؟ این حال میگه ما برای هر امت یک منسک، از جمله از این مناسک یکی هم قربانی هست. میگه ما این قربانی را گشتاندیم لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، که تا یاد کنن نام الله متعال سرزمی حیوانی که را رزق کرده الله برشان من بهیمة الانعام، از حیوانات. فالهکم اله واحد، پس معبود شما که ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه اله واحد، معبود یگانه هست. فله اسلموا، پس برای الله اسلام بیارین، به الله تسلیم شوین. و بشر المخبتین، و بشارت بده رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که عاجزی میکنن، تواضع میکنن. کدام مردم ها مخبتین هستن؟ الذین، کسانی هستند که اذا ذکر الله، وقتی که نام الله برشان یاد شود، وجلت قلوبهم، قلبهایشان در ترس میفته. یک نفر گناه میکنه تو برش میگی اتق الله، بترس از الله، گناه را نکن، از الله بترس، سیگرت نکش، از الله بترس، شراب نخور. این وجلت قلوبهم، میگه قلبهای از چی میشه؟ در ترس میه. و الصابرین، و صبر کننده ها هستند علی ما اصابهم، به آن چیزی که بر از اونها رسیده هست. و المقیمی الصلاه، دیگر نماز ادا میکنن، اقامه میکنن. و مما رزقناهم ينفقون. این مخبتین، کسانی که عاجزی به الله میکنن، اول صفتشان چی است؟ که وقتی که یاد الله شود قلبهایشان در ترس میه. و الصابرین، دیگر صبر کننده هستند علی ما اصابهم، به هر چیزی که برشان برسه. دیگر و المقیمی الصلاه، نماز خود ادا میکنن. اقامه نماز چی است؟ که نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونه. این اقامه نماز میگه. و مما رزقناهم، از آنچه که رزق دادیم برشان، ينفقون، مصرف و نفقه میکنن. والبدن جعلناها لكم، دیگه میگه شترا را چی کردیم؟ شترای قربانی را گردانیدیم، جعلناها، گردانیدیم لکم، برای شما، من شعائر الله، از جمله شعائر الله یکی هم شترهای قربانی هست. لکم فیها خیر، در بین از هم خیر است. فذکروا اسم الله علیها، نام الله را یاد کنین بالای از اونها، صواف، در حالی که صف بسته باشد. فاذا وجبت جنوبها، وقتی که پهلوش به زمین بفتد، و او را شما ذبح بکنین و نام الله را در وقت ذبحش گرفته باشین. برای شتر ذبحش نحر گفته میشه. اینا چی میشه؟ فکلوا منها، پس بخورین از آن. و اطعموا، و همچنان ازمی قربانی غذا بتین، خوراک بتین، ازمی گوشت قربانی. القانع، به کسی غریبی که قانع هست، صبر کننده هست، خودش پشت خانه‌ات نمیه، بر از او هم باید روان بکنی. والمعتر، و بر کسی که سوال میکنه، خودش میاد از پیش طلب میکنه، بر از او هم گوشت قربانی را بتین. زیاد فلسفه نگوین، زیاد دلیل نگوین. کسی که مسکین و فقیر و بیچاره هست، برش تو بتی به خاطر رضایت الله. کذالک سخرناها، این قسم ما مسخر کردیم امی شترها را که با وجود از اینکه قوی هست، لکم، برای شما، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر بکنین. شکر چی است؟ لعلکم توحدون، یعنی شما موحد شوین، یک تا پرست شوین. در وقت ذبح حیوان و پرنده ایره به غیر الله ذبح نکنین، به نام مخلوق ذبح نکنین. حالش بعضی کسا فکر میکنه والا ما یه حیوان ذبح کردیم، شتر ذبح کردیم یا گاو ذبح کردیم، بسیار چاق بود، ما تو کردیم. الله متعال میگه که او مردم، اینجا در ذبح حیوان نیت معتبر است که تو چقدر اخلاص به الله داری. این مهم نیست که تو حاله بر ذبح حیوان بخیزی بگی که والا از ما بسیار خوب چاق بود، از تو لاغر بود، از ما این قسم بود، از تو چطور بود. الله متعال میگه لن ینال الله لحومها، نمیرسد بر الله گوشت های از این حیوانات، ولا دماءها، و خون از این حیوانات هم نمیرسه. خیب الله چی میرسه؟ ولکن یناله التقوى منکم، بر الله اونمون راپور و گزارش تقوای شما بر الله میرسه. الله او را از پیش شما قبول میکنه که شما در این عبادتتان چقدر توحید مراعات کردین، چقدر خدا از ریا دور کردین، چقدر صداقت کردین، چقدر نیتتان به خاطر رضایت الله بود. آیا نیتتان به نام یک مخلوق بود، یا بر ریاکاری بود، یا بر گوشت خوردن بود، و یا نیت تانی بود که شما یک عبادت الله را انجام بدین؟ تقوای شما پیش الله بسیار اعتبار داره. کذالک، همچنان سخرها لکم، اینا را مسخر کردن بر شما، لتکبر الله علی ما هداکم، تا تکبیر و تعظیم بکنین برای الله به آنچه که شما را هدایت کرده. و بشر المحسنین، الله متعال میگه بشارت بده برای محسنین، برای نیکوکاران. حالا یک موضوع دیگه هست، بعضی کسا میگه که والا اگر ما قرآن بخوانیم، سنت بخوانیم، دشمنای ما زیاد میشه، سر ما حمله زیاد میشه، مشکلات زندگی ما زیاد میشه. باز دیگرها خود لشکر دارن، دیگرها مثلا دوستای خارجی و داخلی دارن، ما بیچاره چطور کنیم؟ الله متعال میگه که از مؤمنای حقیقی الله دفاع میکنه، و الله
جنود السماوات والارض، لشکرهای آسمان زمین از الله هست. اگر الله بخواد توسط لشکرهای خود اونا رو چی میکنه؟ مثل که یکی از لشکرهای الله بحر است، زد فرعون که لشکرش در یک بحر غرقشان کرد. امی خاک لشکر الله هست، قارون خاک غرق کرد. پرنده لشکر الله هست، طیرن ابابیل آمد، ابر حرکت لشکرش پرندگکای کوچک کوچک چی کرد؟ هلاک کرد. اگر تو ایمان حقیقی داشته باشی، صداقت داشته باشی، باز الله هست تو دفاع میکنه. ان الله، یقین داشته باشین ای مسلمانان، ای مؤمنان که الله متعال که است یدافع عن الذین آمنوا، دفاع میکنه از مؤمنان، عن الذین، از کسانی که آمنوا ایمان آوردن. ان الله، اما یقین داشته باشین که الله متعال لا یحب، دوست نداره، کل خوان، هر خیانتکار را، کفور، ناسپاس را. حال بسیاری کساست، ما و شما گفتیم در کلمه لا اله الا الله 3 تعهد کرده. تعهد اول، یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنه. خیانت میکنه، بغیر از الله به مخلوق عبادت میکنه، الله بازی را مدد نمیکنه. یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر تطبیق نمیکنه. دیگر از باز انسان میخیزه میگه من صاحب قوانین دیگر را دوست دارم، ما حقوق خواندیم، قانون بین المللی بسیار خوبش است، قانون بین الدول بسیار خوبش است، ای از شریعت که خوبش است. الله بازیرم این خائن هم الله متعال کمک نمیکنه. بعضی کسا تعهد کردن که یا الله بغیر از طریقه رسول الله هم دیگه طریقه را نمیگیریم. بازیگر روز ببینه که فرد یک طریقه دیگه جور شده، دو اون طریقه رقص است، دول است، بازی دیگه تو خیزک زده میره، دانکس کرده میره. الله متعال این خائن هم از این دفاع نمیکنه. سایکو ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یقین داشته باشین که الله متعال دفاع میکنه از کدام؟ از مؤمنای حقیقی که تعهد با الله و رسولش و کتابش و قرآنش و خصوصا با کلمه لا اله الا الله این تعهدات خدا چی کردن؟ حفظ کردن. ان الله، یقین ایرم داشته باشین که الله لا یحب، دوست نداره. وقتی که دوست نداشت باز دفاع نمیکنه دیگه از پیشش. لا یحب کل خوان، تمام انسانهای خائن، کفور، بسیار ناسپاس را. آل الله متعال چی میگه؟ وقتی که مسلمان ها از مکه مکرمه هجرت کردن به مدینه منوره، اینجا باز بستا در زمان مکه 13 سال بر از اونها اجازه جهاد نبود، حوصله میکردن. آل الله متعال دیگه آیات قرآن نازل میکنه، میگه اذن، اجازه داده شده است، للذین، برای کسانی که یقاتلون، امرایشان جنگ می شود، با ایشان مردم جنگ میکنن، به انهم ظلموا. اذن چی داده شد برای اونها؟ اجازه جهاد داده شد. اذن، اجازه داده شد برای جهاد، للذین، برای کسانی که یقاتلون، که امرایشان مردم می جنگن، به انهم، به خاطر چی اجازه داده شد؟ به انهم ظلموا، به خاطر از اینکه یا مظلوم هستند. هر قدر که حوصله کردن، سمیه را به شهادت رساندن، یاسر را به شهادت رساندن، بلال بالای سینه‌اش سنگ‌ها را ماندن، دیگر صحابه را بسیار اذیت و آزار کردن. از این خاطر و ان الله، و یقین داشته باشین که الله متعال علی نصرهم، به نصرت و کامیابی از اونها، لقدیر، بسیار قدرتمند است. الذین، کسانی که اخرجوا، خارج کرده شدند، من دیارهم، این مهاجرین بیچاره چی حالت داشتن؟ اینا را مردم به زور کشیدن من دیارهم، از خانه هایشان، بغیر حق، بدون هیچ حق، هیچ حق سر از اینا نداشتن، خانه خود از اینا بود، زندگیشان بود، لکن اینا را بیرون راندن. چی خیلی مشکلشان؟ چی مشکل داشتن؟ فقط میگه عیبشان پیش کافرها می بود که اینا میگفتن که رب ما الله است، الا مگر با اینا را خارج کردن، دشمنی کردن. ان یقول، به خاطری که میگفتن ربنا الله، که رب ما الله است. آل خی جهاد برای چی فرض شده؟ میگه اگر همین جهاد نمی بود، نه مسجدتان می بود، نه حتی عبادتگاه های غیر مسلمان ها را هم از بین می بردن. ولولا دفع الله الناس، و اگر دفاع نمی کرد الله متعال الناس، از مردم ها، یعنی اگر دفع نمی کرد الله متعال توسط مجاهدین همین مردم ها را، بعضهم ببعض، که بعضشان به بعض دیگهشان، لهدمت، باز در اون صورت ویران میشد، صوامع، و همون جاهایی که در اونجا عبادت میکنن. صومعه عبادتگاه های اون مردم های دیگه که در ادیان دیگه بودن، زیر بیرق اسلام زندگی میکردن، مثل یهودیا و بیعان و دیگه عبادت های مردم های دیگه که بودن، که مثلا نصرانی ها بودن، و صلوات و عبادتگاه های دیگه. یعنی چند قسم عبادتگاه ها هست، و مساجد، و مثلا
از نصرانی ها را حالا فعلا چی میگن؟ کلیسا میگن. سابق بیا و صومعه و گپا میگفتن. همین قسم از یهودی ها را، همچنان از هندوها را، از یارا، چون اینا کلشان زیر بیرق اسلامی، ادیان آزاد است، باز هر کس میتونه که دم دین خود داشته باشه و زندگی بکنه. اینال الله متعال میگفت اگر امی جهاد نمی بود، بازی کافرایی که مطلقاً کافر هستن بازی ها ویران میکردن، صومعه ها را، بیع ها را، جای عبادت را، و صلوات و جاهایی که نمازها بر پا میشد، و مساجد و جاهایی که سجده بر الله میشد، یذکر فیها اسم الله کثیرا، دو مساجد که یاد میشد نام الله بسیار زیاد. بازی مساجد کلش بسته میشد، از بین میرفت، مثل که روسا وقتی که کامیاب شدن بسیاری از مساجد مسلمان ها را تبدیل کردن به سینماها و به موزیم ها و به اماکن رقص. این قسم ولا ینصرن الله من ینصره، و حتما نصرت میکند الله. لام یک دفعه است، ینصر و نصرت میکند، ینصرن نه لا ینصرن. لام یک دفعه توکید است، نون توکید دو تا دیگه هست، یعنی سه دفعه، به این معنی که حتما الله چی میکنه؟ نصرت میکنه. من ینصره، هر کسی که او را نصرت دین الله را بکنه، کسی که نصرت دین الله را بکنه حتما الله او را نصرتش میکنه. ان الله لقوی عزیز، یقین داشته باشین که الله بسیار قوی است، بسیار غالب است. اما شما کاری بکنین که نصرت الله را جلب بکنین. الذین، او کسانی که مسلمانای واقعی کدام مردم هستن؟ بسیاری کساس به نام اسلام می باشن، لکن وقتی که قدرت پیدا کردن، باز اینا رو ببینین، مسلمان حقیقی اونو است که وقتی که قدرت پیدا کرد باز شریعت الله را نافذ میکنه. الذین، او کسانی که برشان نصرت الله می مجاهدین حقیقی هستند. ام مکناهم، اگر ما برشان قدرت بتیم، امکانات بتیم، فی الارض، در زمین، بازی ها چی میکنن؟ اقام الصلاه، نماز اقامه میکنن، برپا میدارن، تمام مردم به طرف نماز دعوت میکنن، مسجدها از نمازخانه پر میشه. و آتوا الزکات، با زکات خودشان هم زکات میدن، خود امین مسلمان ها و در رأسشان امین مجاهدین که امکانات داشته باشن. و امروا بالمعروف، دیگه کار چی میکنن؟ امر بالمعروف میکنن، امر میکنن که بعد از این دیگه در کل جایا حلقات درس باشه، هر جای درس تفسیر باشه، هر جای درس حدیث باشه، جوانا هر جای امکانات درس داشته باشن، تعلیم داشته باشن، تربیت داشته باشن، پوانتونهای باشه که در اونجا در پالوی تخصصات اسلام هم بر از اینا فهمانده میشه، جدا باشه، از دختر و پسر با هم مختلط نباشن. این امر به معروف میکنن. و نهوا عن المنکر، فوراً مکتوبا نوشته میشه که منکرات باید نباشه، مراکز رقص، مراکز فساد، مراکز بی‌حیایی، مراکز این نایت کلاب ها یارا گلش بند میکنه. ولله، و این تلویزیون های فاسده کلشان دستشان میگیره، بغیر از چیزی که به منفعت تعلیم و تربیه جامعه هست. برش میگه که حتی فیلم هم که میسازی، فیلمت باید تعلیمی باشه، برنامه تان باید برنامه تعلیمی باشه که او خانه کوره میبینن، از او چیز را مردم یاد بگیرن. ولله عاقبت الامور، و خاص برای الله هست انجام کل کارها. و این یکذبوک، آل بر رسول الله هم به خاطر ثابت قدمیش یک تسلیت میته، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم جگر خون نشو. و این یکذبوک، اگر این مردم تو را تکذیب بکنن، فقط کذبت، قبل از اینا هم تکذیب کردن، قبلم قوم از اینا، قوم نوح علیه السلام به نوح علیه السلام تکذیب کرد، قوم عاد هم، قوم ثمود هم به پیغمبرهای خود یا چی کردن؟ بر از اینا هم به هود علیه السلام، به صالح علیه السلام، به اینا هم چی کردن؟ اینا تکذیب کردن. تنها تو نیستی که تو را تکذیب میکنه. از این خاطر همیشه دعوتگرای اسلامی در اصل دعوت پیغمبرها هستن، همیشه پیغمبرها تکذیب میشدن از طرف مردمای بیدین. و قوم ابراهیم همچنان، حتی ابراهیم علیه السلام، آل تو از محمد صلی الله علیه و آله که رتبه بلند است، همین دعوتگر را جگرخون میشن. به خاطر که جگرخون نشی، خود قرار بده به امرای ابراهیم علیه السلام، هود علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، خود رسول الله صلی الله علیه و آله. ببین اونا چقدر دعوت سختی ها را دیدن. وقتی که دیدی که اونا سختی ها را متحمل شدن، پس ما و تو هم باید جگرخون نشیم. و قوم ابراهیم همچنان، قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و اهالی مردم مدین که بودن. و کذب موسی، همچنان تکذیب کردن موسی علیه السلام را. فاملیت للکافرین، پس مهلت دادیم، الله متعال میگه برای کافران، ثم اخذتهم، باز اونا را گرفتیم. فکیف کان نکیر، باز چه قسم بود اما عذاب سخت ناشناخته ما. ات عذاب دادیمشان که در زندگی خود فکر نمیکنن که عذاب سرشان بیاید. نکیر یعنی ناشناخته، نامعلوم. فکأی من قریه، پس بسیار از قریه هایی بودن که اهلکناها، ما را هلاک کردیم، و هی در حال
حالی که این قریه ظالمتون بسیار ظالم بود. فهی خاویتون علی عروشها، باز اینمی منازل از اینا قصرهایشان افتاد علی عروشها، عرش چی را میگرم سقفای از اینا و بلندی از اینا کل از اینا سر از یا خطا خورد تکت تکه شد. و بئر معطلت چی شد؟ اتو شد که میرفتی سهل میکردی که قصرهایشان چپه شدن، چاهایشان هم خشک شدن. و قصر مشید و قصرهایشان هم ببینید که همونطور قصرهای خوب آباد شده از اینا کلش ببینید که همونطور تکت تکه و در زمین یک قسم شده. قصرهای مشید یعنی آباد شده و قصرهایی که بسیار همونطور خوب گچکاری و لکس جورج کرده بودن. افلم یسیروا فی الارض، آیا این مردمی که آل کفر میکنن یا نرفتن در زمین سیر و حرکت نکردن فتکون تا که باشد لهم قلوب، وقتی که شما آثار از بین رفتن این کافرها را ببینین باز قلبایتان چی میشه؟ چشم پیدا میکنه. فتکون باز میباشد لهم برشان قلوب، قلبهایی که یعقلون بها که توسط قلبهای خود باز اینا تعقل میکنن میبینن. او آذان یا گوشهای می داشته باشن که یسمعون بها، باز گوشهایشان هم گوشهای حقیقی میشه که حق میشنون. فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. او مردم فکرتان باشه شما نابینا کسی را میگن که در دنیا چشم نداره، نه الله میگه او نابینا پیش من نیست، پیش من نابینا کسی است که قلبش نابینا باشه ولو که چشم هم داشته باشه. فانها پس یقین داشته باشین که لا تعمل الابصار، نابینا نمیشه چشم ها. چرا بسیاری وقت یک نفر چشم نداره لکن قلبش بسیار روشن است، 30 سپاره قرآن حفظ کرده، بسیار عالم است، بسیار دانشمند است، چشمش هم نابینا هست. لکن میگه لا تعمل ابصار، نابینایی چشم نیست، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، لکن نابینا کس را میسازه که قلبش نابینا هست، او قلبی که در سینه ها هست. یک اروپایی بود یا امریکایی بود، یک دفعه نابینا بود مسلمان شده بود، باز گفت هر کس مرا توهین میکرد به خاطر که چشمم نابینا هست. میگه وقتی که یک نفر آیات قرآن خوان به انگلیسی برام ترجمه کرد که نابینایی خود نابینایی چشم نیست، نابینا کسی است که قلبش نابینا باشه و حق قبول نکنه. باز میگه من گفتم اوه این کتاب حق است که مرا گفت تو بینا هستی، چون سینه ما باز بود فوراً گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. این نابینا مسلمان شده بود. و یستعجلونک بالعذاب، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله این مردم عجله میکنه، میگه خی بیارم اون قسم عذابی که سر فرعون و هامان و شداد و نمراد آمده بود سر ما هم بیارم این قسم اگر واقعیت است. ولن یخلف الله وعده، هیچ وقتی خلاف نمیکند الله وعده خود را، حتما عذاب سرشان میاره. و ان یوما عند ربک، اگر الله میگه یک روز بعد 2 روز بعد کار میشه به این معنی نیست که روز خود حساب بگیرین. ان یوما، یک روز عند ربک به نزد پروردگار تو که 1000 سنه مما تعدون، به اندازه 1000 سال است او سالی که شما رو حساب میکنین. ما شما به حساب گردش زمین و یگپا یک روز ما شما 24 ساعت است، اما روز پیش الله متعال چند سال است؟ 1000 سال است. و که ای من قریه، و بسیاری از قریه هایی هستند که و بسیاری از قریه‌ای بودن که املیت لها که ما مهلت دادیم برشان، و هی ظالمتون در حالی که ظالم بود، مشرک بود، بیدین بود. ثم اخذتها، باز او را من مؤاخذه کردم، گرفتمشان در مقابل عذابشان. و الی المصیر، و به سوی ما برگشت است. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم انما انا لکم نذیر مبین، من که هستم بر شما نذیر هستم ترساننده مبین آشکار. فالذین، پس کسانی که آمنوا ایمان بیاورند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه بکنند لهم مغفرة و رزق کریم، برشان مغفرت و رزق بسیار با عزت است. والذین، و کسانی که سعوا سعی میکنند فی آیاتنا، در آیات ما، معاجزین که چی کنن؟ که میخواین عاجز کننده باشن یا عاجز کرده نمیتونن، دلایل ما را رد کرده نمیتونن. اولئک، این مردم اصحاب الجحیم، اینا اصحاب دوزخ هستند. و ما ارسلنا، و ما نفرستادیم من قبل که قبل از تو ای رسول الله من رسول، کدام رسول را، ولا نبی، یا کدام نبی را، الا اذا تمنا، مگر وقتی که این قرائت میکرد یا دین تشریح میکرد یا دعوت میکرد، القى الشیطان فی امنیته، در داخل دعوت از شیطان مداخله میکرد. حالا بسیاری کسا را ببینید که وقتی تو گپ دین میزنی باز وقت یک نفر شیطان از اونجا میخیزه باز میگه نه قسم خو نیست، پدرای ما خودت نمیکردن، حالا شما اومدین که ساز حرام است، موسیقی حرام است، چرا خیلی مولای سابق مولا نبودن نمیگفتن؟ دیدین؟ الله متعال میگه اینه اگر کدام وقتی در جریان مجلستان یک شیطان خیست اعتراض کرد جگر خون نشید. همونطور هم شده. درس میگی، درس توحید میتی ببینی که یک دفعه یک شیطان از جمعه خیزه میگه تو باش، من یک سوال دارم.
همین نسوار تا تفکو با سوالتا بکو. فهمیدی؟ بازی صاحب کردم دان نسوار پر خود باز میگه این شما تو یک آمادم تو یک نماز خواندن. یک روز من یک جای نماز دادم. خب من نماز نمیتم، خوشم نمیاد که امامت بکنم به خاطر از اینکه مسئولیت است. یک جای هیچ کس نبود، آخر من گفتم پیش استاد پیش. خب من پیش شدم، همین نماز دیگه را خواندم. خب نمازی که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله بخوانی، خب مجبور هستی بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استاد شوی، بسم الله الرحمن الرحیم استاد شوی، الحمد لله رب العالمین استاد شوی. رسول الله صلی الله علیه و آله در هر آیت چی میکرد؟ استاد میشد. در رکوع وقتی که میری سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میقسم که بگی اگر وقت میگیره نمیگیره. التحیات را میگه التحیات، تمام عبادت های زبانی لله خاص برای الله هست. الصلوات و تمامی عبادت های زبانی و الطیبات و تمامی عبادت های مالی کلش مخصوص الله هست. اگر کم کم دمانش فکرت بگیری یاره که تو گفته میری خود همین 4 رکعت نمازت یک 8 دقیقه خو میشه که همین خواندم که از این سلام دور میدیم صاحب که یک نفر دمی دان دروازه استاد است. از برای خدا ما 60 سال است قسمی نماز نخواندیم. این بیچاره 60 سال 2 رکعت نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله نخوانده. قال مقال آخر ما گفتم کاکا جان ما خو ملایتان هستم، نکدام چیز هستم، نکدام خیرات میرات برام آوردی، نکدام چیز روان میکنی. اگه در کاسه را رای میکنی در قلبه. یک نماز دادم خواندی خوشت آمد خوب، اگه خوشت نامد الله اجبرت قبولش نکنه. برو اثر 4 رکعت نماز تو بربرکی بخوان، غلط بخوان. اینترست توحید که بگوی اوه خیمه به مرغک ایمانداری می شرک است. خیمه برای توتک هر وقت ایمان داشتیم که بر ما خبر غیبی را میاره. این خیلی غلط است. این است باز در هر چیز سبحان الله. الله متعال میگه و ما ارسلنا، او مردم، او دعوتگرا، او مسلمانای حقیقی، او دعوتگرای توحید فکرتان باشه. ای رسول الله صلی الله علیه و آله و ما ارسلنا و ما نفرستادیم من قبل که قبل از تو من رسول، هیچ رسول را ولا نبی و هیچ نبی نفرستادیم الا مگر اذا تمنا، وقتی که او قرائت میکرد، دعوت میکرد، تلاوت میکرد، کتاب الله را بیان میکرد، سنت خدا بیان میکرد، القى الشیطان فی امنیته، مداخله میکرد شیطان در داخل دعوت ازی مداخله میکرد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، باز الله متعال زائل میکرد او شبهات و او شکهایی را که شیطانا میپرتن. سبحان الله. چقدر قرآن امی زندگی انسانه. امیال که من یه آیت میخوانم اتو برای معلوم میشه مثل که امیال قرآن نازل شده باشه. یعنی زندگی فعلی امروزی ما شما را بیان میکنه که باز الله متعال امو شبهات غلط از اونا را چی میکنه؟ رد میکنه، از بین میبره. ثم یحکم الله آیاته، باز محکم میسازه الله متعال آیات خدا، دلائل خدا، قرآن خدا، سنت خدا. والله علیم حکیم، الله متعال بسیار عالم است به حالت مردم. دوست و دشمن خدا خوب میشناسه، دیندار و بیدین خوب میشناسه، دنیا پرست الله پرست خوب میشناسه. والله علیم حکیم، بسیار با حکمت است در شریعت خود، در احکام خود، در فرصات دادن خود، در هر کار خود الله متعال بسیار با حکمت است. لیجعل، تا بگرداند، ما یلقی الشیطان، و آنچه را که شیطان القا میکنه، میپرته، وسوسه میکنه، شبهات ایجاد میکنه، فتنتن، یک آزمایش، للذین فی قلوبهم مرض، بازی شیطان ها چیزایی را که ایجاد میکنه بازی یک امتحان میشه برای کسایی که قلبشان مرض داره. بعضی کسا هست قلبش مریض است، بیدین است، منافق است، اما در بین مسلمان ها شیشته. حالی این انسان منافق بیدین چه وقت خوب منافقت و کفرش ظاهر میشه که یک شیطان یک شبهات ایجاد بکنه، یک شبهه را ایجاد کنه. بسیار کسا را سل کنین، چند سال پیش بسیار دیندار بود و بسیار خداوند خوب میگرفت. وقتی که دموکراتا و آمدن همی فلسفه های بیدینی و دموکراسی و گپا بیان شد، باز همی شیطانی که در قلب ازی کثافت بود باز بر ازی دیگه خوب دلیل پیدا شد دیگه. ای نه آل مفامیدان صحیح شد، نه خوب کفر ازی پخته شد. آل الله متعال میگه این کار است
لیجعل تا که بگرداند الله متعال ما آنچه را که او نظریات و او افکار و او اندیشه هایی را که فلسفه های الحادی و کفری بیان میکنن، ما آنچه را که یلقی شیطان القا میکنه، نظریه میته، نظریه پردازی میکنه، کی؟ شیطان های انسانی و شیطان های جنی. میگه چی شوه؟ فتنه للذین، این یک امتحان باشه برای کی؟ برای للذین فی قلوبهم مرض، برای کسایی که در قلبشان مرض بود. از اول یا قلبشان مریض بود، ایمان صحیح نداشتن، عقیده صحیح نداشتن، فقط به نام اسلام به خاطر منفعت جیب خود کار میکردن. حالا که شیطان ها برشان افکار و اندیشه های باطل آورد، باز اینمی نفر باز میره او نمو را اختیار میکنه، و رای غلطه. والقاسیت قلوبهم، و کسایی که قلبهاشان بسیار قاسی و سخت است. و این الظالمین، و یقین داشته باشین که ظالمان مشرکا بیدینا لفی شقاق بعید، در بین خودم بسیار در مخالفت دور هستند، بسیار مخالفت زیاد دارن و از دین خب بسیار دور هستند، بسیار دور هستند.